سلام علیکم برادرای عزیز. یک قصه نوبتی نقل میکنیم درباره گایشنیکا. یک گایشنیکی بیچاره کار میبرم لوی راه ایستادگی. یا برادر دیگه هم بالا BMW خدی نشو میشه. خوشش با هم مگنیتوفون گایشنیکی میزنه، گایشنیک ناس میبره. نمیدونه چیکار کنه، میگیره باگاژ دا بار میکنه، گفته بلدی چیکار شده. بخیر گورستان وقتی میگذره آدم شتگی پیش همه میگه براتن چیکار میکنی؟ میگه من گورستان دا قاورکنو. میگه امی رفیقای گور نمیکنی $500 میتین تا. میگه فرقش نیست. پول میت یک گایش دیگه میگیره گور میکنه. این میروی دیگه هم رفتی سر اویلا کده سر دزده چی گپ شد بله چیکار شدی چی خیلی چی با هوشم مگنیتوفون با موزیک میمونه که با یک گایش دیگه ای پیش میروی ایرا میزنه ای هم میبره. مخمرش این سر میقبه میگه چی خیلی روز شدی روز دویم شب وجه مزدیستم. میگیره ایرا ماشینش دا بار میکنه. آساسته می پیش گورستان دو میسته. زنی خود میته پیش هم قاورکن میره میگه برادر او سال که دیمونه $500 دادن که همه رو گور کو ای ای پشتیم با خسته اومده بگیره ایستری نو گور که میفرورای بگوش وای گریوون میگیره میبینه ای هم فرم ختی اوخی مایل میگه اکا جونی که نرمال گور میکنه ای میبروی بور میره پاترول ای دو گایش نگوم شده گفته پاترول روی میکنه بکوبه ای گایش نگی بیچاره یا گایش دیگه میروی ای طرف شهر میکوبه ای طرف شهر میکوبه یگان جا یگان چی نمیوه بخیمون گورستان وقتی میگذره یک قاورکن علاوه کده شتیم خد دستور گر کده گفته همه را میپرسیم ممکن همین دون خیلی طرف گذاشتن این طرف گذاشتنشون دیدن می آست بالای سرشده ای خودش اویلا کده ای چه برام رفته باشه ای چه رفته باشه ای گایش دیگه همین کیفتش ده همه خیلی میکنه این نگاه میکنه میبینه فرما خد در بالای سرش گفته ای برادر تو در همون گور خام میری یا نمیری خیلی روزی خدا هم بگشید خب با امر پروردگاری ابرویم کوچیکا میشده باشه در این منزل مکانو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم علیکم سلام ساز برادر تنج خوبی کارو خوبه ای کجا میشی چیکار میکنی در این ملکای غریب رایون کوی بشین همی اونیو همی زدن ایرا گرفتی همی ما انگوری همی سکک خوب گاشتیم دیگه چیکار کنیم این چیکار میکنی ته این چیکار میخری کوی بشی باید قد برینگ بخره انگوری سگک چه فهمیدی مرا سلامت باشی برادر